تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. بدی را با نیکی دفع کن. ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم و صمیمی است. به روش احسن برخورد کن. با کی؟ با اونی که بین تو و او عداوته، یعنی روش برخورد با دشمنان، کسایی که از ما عداوت تو درونشون ایجاد شده. میگه راه خوب حرف زدنه، احسن حرف زدن. قولوا للناس حسنا، عالی صحبت کنید، معرکه صحبت کنید. داستانی که پیش اومده یه کاریکاتوری کشیدن. کاریکاتور چیه؟ تاریخ طبری بردید بخون ببین راجع به پیامبر چی توش نوشته، ببین چه پیغمبری تصور کرده. تصویری که ما که خودمون رو شیعه میدونیم با رفتارمون و اهل سنت تو کتابهاشون و رفتارهاشون از پیامبر درست کردن. ببینید تصویر قشنگیه. دینی که ما خودمون درست کردیم الان اینجوری نیست. اینا پیغمبر ما رو از کجا شناختن؟ شما خودتون میخواید راجع به مسیحیت نظر بدید، شما کدومتون کتاب مقدس از اول تا آخرش خوندید؟ کی خونده؟ کی میخونه؟ 4 تا مسیحی میبینی، برخورداشون رو میبینی، 4 تا حکومتی که ادعا میکنن دینشون مسیحیت، اونا رو میبینی، یه تاریخی هم شنیدیم، اغلب شنیدیم، قضاوت میکنیم راجبشون. تو دنیا همه جا همینجوریه. اونا اومدن نهج البلاغه و نهج الفصاحه و صحیفه سجادیه و قرآن و تفاسیر مختلف و خوندن و کاریکاتور کشیدن، یا نه ما مسلمان ها رو دیدن و حرفای ما رو شنیدن و یه کاریکاتور کشیدن. پیغمبر دیده، نه کتابا ما رو خونده. احادیثی که ما همینجوری رو منبر میشینیم میگیم بدون تحقیق، بدون توجه به این که خب درایت این حدیثی که میخونی چی میشه، چی درست میکنه، چه تصویری از پیامبر درست میکنه تو اذهان. ما خودمون از دین اسلام یک کاریکاتور درست نکردیم؟ کتاب‌هایی رو که ما مسلمان‌ها نوشتیم و راجع به پیامبر و احادیثی رو که گفتیم راجع به پیامبر بیارید بخونید ببینید چه تصویری درست میشه، ببینید کاریکاتور میشه یا نمیشه. کاریکاتور درست میشه دیگه. رفتارهای خود ما مسلمان‌ها رو هم ببینید که دیگه بدتر از بدتر. کاریکاتوری که از اسلام این گروه داعش داره نشون میده، مثل اینکه زنهای ایزدی رو بردن فروختن تو بازارها به عنوان کنیز، یا شروع کردن دست قطع کردن، انگشت قطع کردن، همین سنگسار، اونم صحنه‌های خیلی فجیع و خیلی زننده و خیلی بی حساب و کتاب بی قاعده، صحنه‌های گردن زدن. خب به نظرتون واقعا اونا بد کشیدن؟ به نظر من اونا کاریکاتور پیغمبر رو نکشیدن، کاریکاتور مسلمانا رو کشیدن، چون اونا مسلمانا رو دیدن، پیغمبر رو ندید. و اگه بخوای از مسلمانا کاریکاتور بکشی به مراتب میشه از اینم بدتر بکشی، چون واقعا ما آبروی اسلام بردیم، آبروی پیغمبر بردیم. چه دینی درست کردیم؟ دین ما اساسش اخلاقه. کاریکاتور اسلامو درست کردن اینه که دین ما میگه دروغگو دشمن خداست، دروغ بالاترین گناه هاست. تو روایات ما میگه اگه همه بدی‌ها رو بریزی تو یک اتاق، قفل اون اتاق شرابه اما دروغ از شراب بدتره، اون وقت ما راحت دروغ میگیم. دینی که اساسش اخلاقه، 10 ها و 100 ها روایت داره علیه تهمت زدن، آیات متعدد داره راجع به تهمت زدن به دیگران و آیات متعدد و روایات متعدد داره راجع به حسن زن. اون وقت مسلمانا راحت به هم تهمت میزنن. شیعه به سنی، سنی به سنی، سنی به شیعه، شیعه به شیعه، 4 امامی به 6 امامی، 6 امامی به 12 امامی، حنبلی به شافعی، شافعی به حنفی، حنفی به مالکی. کی به کی رحم میکنه؟ علمای همدیگه رو احمق میدونیم، علمای همدیگه رو مستحق آتش میدونیم، مستحق نار میدونیم، هممون همدیگه رو مرتد میدونیم. الان داعشیا ما رو مرتد و کافر میدونن، ما اونا رو دقیقاً مرتد و کافر میدونیم، با هم عقیده ایم در این داستان. خب این یه کاریکاتور از دینه. میگن آقا اینا دینشون اساسش اخلاقه، پیامبرشون کسی بوده که میگن 1/5 خرج شخصی عطر میزده، به شدت به نظم و انضباط و نظافت تاکید کرده. شما تو جوامع مسلمانان نظم میبینید، نظافت میبینید، انضباط میبینید. خب این کاریکاتور دینو کشیدنه. از دین یه کاریکاتور درست کردیم، از اسلام یه کاریکاتور درست کردیم. طرفمون بر ما رو میبینه قضاوت میکنه.
افتادیم به جون خون همدیگه رو هدر میدونیم، حلال میدونیم. هیچ اقلیت مذهبی هم کنار ما احساس آرامش و امنیت نمیکنه، حتی اهل کتابش. اونم اگه کشیده ماها رو دیده کشیده دیگه. اون یه اسلامی میگیم آب دهن همه را میفته. آقا شکمبه شتر میریختن رو سر پیامبر دعاشون میکرد. اون وقت طرف کاریکاتور کشیده بریم ترورش کنیم، به روش پیامبر برخورد کنیم دیگه. پیامبر اگه در زمان خودش کسی کاریکاتورشو میکشید چه کار میکرد؟ چه برخوردی میکرد؟ چه رفتاری از خودش نشون میده؟ اینکه تو قرآن آورده که بهش میگفتن مجنون، به عقل کل عالم بشری، عالم امکان میگفتن مجنون. خب پیامبر با اونایی که بهش میگفتن مجنون چه کار میکرد؟ با اونایی که سنگ بهش میزدن با اونا چه کار کرد؟ با اونایی که تو جنگ عموشو به شهادت رسوندن، جگر عموش از سینه در آوردن به دندون کشیدن، پیامبر چه کار کرد؟ کاریکاتور دیگه. کاریکاتور اینه که ما اینا رو میگیم، بعد رفتارامون چیه؟ میگیم کسی به پیامبر توهین بکنه حکمش اعدامه. خب پس اینا که میگیم چیه؟ اونی که اومد به امام حسن مجتبی شروع کرد جلوی امام حسن مجتبی به مادرش فاطمه زهرا جسارت کردن، به باباش علی ابن ابی طالب توهین کردن، اونو امام حسن مجتبی باش چه کار کرد؟ حکم چی بود؟ یا نه امام حسن مجتبی یه تکلیف داره، ما یه تکلیف دیگه داریم؟ مگه تکلیف ما رو اهل بیت معلوم نمیکنن؟ کاریکاتور این چیزیه که ما با رفتارمون از دین درست کردیم. کاریکاتور این دروغ هاست، این تهمت هاست، این بد اخلاقی هاست، این بد دهنی هاست، این بد دلی هاست، این گمان های بده به هم دیگه است، این توهین هاست. کاریکاتور از اسلام اینه که مایی که مدعی هستیم که داریم به اسلام ناب عمل میکنیم، هر یک ساعت 16 تا طلاق تو ایران ثبت میشه. یعنی روزی بالای 300 تا خانواده از هم میپاشه. خیرکم لأهله که شد کاریکاتور دین دیگه. ما که داریم تو طلاق رکورد میزنیم، این میشه کاریکاتور دین. خب اونم اونور دنیا میشینه میکشه دیگه. یعنی یه مجله محلی بوده توی شهر 4 نفر میدیدن. کی قراره ما بیدار بشیم؟ کی قراره دست برداریم از کاریکاتوری کردن دین؟ دین اسلام دین اخلاقه. پیامبر اکرم فرمود انما بعثت، موضوع بعثت من اینه لاتمم مکارم الاخلاق. من اومدم اون نهایت مکارم اخلاق که 124,000 پیغمبر پیریزی کردن براتون بگم. موضوع بعثت پیامبر حسن خلق، مکارم اخلاقه. این رفتاری که بین ما هست تو جامعهمون، چه حالا ما که ادعای تشیع داریم میگیم ما پیرو اسلام ناب هستیم، این رفتار نهایت مکارم اخلاقه. چقدر به هم سوء ظن داریم، چقدر از هم دیگه تنفر تو دلهامون انباشته کردیم، چقدر دشمنی ها رو گذاشتیم که یه وقت به حساب هم برسیم. چقدر آدمه که میخوره زمین دور و برش یه عده زیادی میگن جهان دلم خنک شد، حقش بود. علامه طباطبایی در المیزان میگه که از اون اولش مسلمونا حسابی سر به سر کفار میذاشت که ما بهشتی هستیم شما جهنمی هستیم، دیگو براتون داغ کردن و از این چرت و پرت. اومده تو مسجد النبی پا ستون مسجد جلوی پیغمبر مسلمونا، بتش هم تو گردنش وایساده ادرار کردن. کی اینو به اینجا رسونده؟ کی آمپر اینو چسبونده؟ علامه طباطبایی میگه مسلمان که میرفتن آیات عذابو برای اینا میخوندن، بعد میگفتن اینید ما تو بهشتیم، قشنگ میشستن تو بهشت دیگرانو قضاوت میکردن. خب این حال ما نیست؟ آقا فلانی به درک واصل شد. خب شما قسیم النار والجنه ای؟ بعد این خوشحالی داره؟ اگه به فرض اینجوری شده باشه خوشحالی؟ 124,000 پیغمبر اومدن کسی به درک واصل نشه. کی الان خوشحاله؟ اگه اینی باشه که شما میگی پیغمبر اهل بیت انبیا خوشحالن، خدا خوشحاله که یکی از بنده هاش درک واصل شده؟ یا شیطون خوشحاله؟ بعد این که ما با شیطون حالمون یکیه این ناراحتمون نمیکنه؟ این ما رو تو فکر نمیبره که چجوریه که من با شیطون یه پا میره الان حالم؟ پیغمبر ما که اومده بود برای مکارم اخلاق، بالا جنازه کدوم کافر خندید؟ از کشته شدن کدوم کافر لبخند زد؟ علی ابن ابی طالب بالا سر تلهی که فتنه جمل رو انداخته بود
که چند هزار نفر رو به کشتن داد. علی ابن ابی طالب گریه کرد، با کنیه صداش کرد، با کنیه یعنی با ادب. آقا فرمود یا ابا محمد، زد آقا زیر گریه، فرمود خدا شاهد دوست نداشتم هیچ کدوم از قریش رو جنازهشون رو زیر ستاره های آسمان ببینم. 3 روز وایساد تو جمل، جنازه تمام دشمناش رو دستور داد، غسل دادن، کفن کردن، نماز خوند و دفن کرد. ما پیرو این علی ابن ابی طالبی کاریکاتور درست کردیم از دین، میگیم آقا اتحاد. چرا هیچ کدوم از مبانی اتحاد و هیچ کدوممون قبول نداریم؟ خب مگه نمیگیم اتحاد؟ پس چرا توهین میکنیم به بزرگانشون؟ روزنامه رسمی کشور ما همین داره توهین میکنه به مثلا رهبر یک کشور دیگه ای. به چه حقی توهین میکنی؟ به چی توهین میکنی؟ به چه از الفاظ بد استفاده میکنی؟ رهبر یک کشوریه، اونجا بهش اعتقاد دارن. ما حق توهین به کسی نداری، به هیچ کس. بعد فردا بهش میگن چرا توهین کردی، همون تیتر رو دوباره میزنه. بعدم پیامبر ما پیامبر اخلاق. این کاریکاتور نیست؟ پیامبر ما پیامبر اخلاقه، ولی ما میخوایم کله هم دیگه رو بکنیم. ولی ما راحت به هم فحش میدیم، راحت به هم دروغ میگیم، راحت کلا سر هم میذاریم، راحت رشوه میدیم، راحت رشوه میگیریم، راحت نزول میدیم، نزول میگیریم. دلمون هم نمیسوزه، دردمون هم نمیاد. خب این کاریکاتور دیگه، خب اینا کشیدن. ما رسما دعا میکنیم خدایا این تکفیری‌ها رو بده دست ما بکشیمشون. خب با چه فرقی کردیم با اونا الان؟ اونا توبه ما رو قبول نمیکنن. دانشگاه تکفیر رو گرفتن، 500 تا سنی‌ها رو علمای اهل سنت واسطه شدن، 500 تا سنی‌ها رو آزاد کردن، توبه اهل سنت رو قبول کردن. اما 1500 تا بچه شیعه رو توبهشون رو قبول نکردن. آوردن لب شریعه، یکی تیر خلاص تو کله‌هاشون زدن، بچهای مردمو. الان همه داعشی‌ها جمع بشن ما میخوام توبه کنیم، ما میبخشیمشون. یه روزی فرزند پیامبر اکرم میاد و تو روایات ما میگه اولین کسایی که بهش ایمان میارن جوانای مسیحیان، همین اروپایی‌ها. مرحومای بهجت هم دست گشته بود این روایت ولم نمیکرد. امام صادق علیه السلام روایت فرمود مبارک بودن عیسی مسیح در آخرالزمان با مهدی ما ظهور میکنه. عیسویون حضرت عیسی رو کنار مهدی ما میبینن، به مهدی ایمان میارن، اصلیه رو بهش ایمان میاره. این کاریکاتور ماست کشیدن آقاش، این کاریکاتور رفتارهای ماست، کاریکاتور جنگی که امروز تو بحرین هست، تو سوریه هست، تو عراق هست، تو نیجریه هست، تو لیبی هست، تو بیروت هست، تو فلسطین هست. کاریکاتور اینو کشیدن. کاریکاتور بوکو حرامه، کاریکاتور داعشه، کاریکاتور افراطه. اینو کشیدن. به خودمون باید بیایم. کاریکاتور ماست نه پیغمبر. حقم هست راجب ما حق. در راجب پیامبر پیامبر نیدن که پس ما قصه پیغمبر رو نخوریم، قصه رفتار خودمون رو بخوریم و با این چیزا باید به روش پیامبر برخورد بشه. پیامبر با بد رفتاری و با بد دهنی ها چجور برخورد میکنه؟ قرآن به ما گفته چجور برخورد. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. با دست خودمون دنیا رو به لجن کشید. اینو هر وقت فهمیدیم و خواستیم اصلاح کنیم اون روز صاحبمون میاد. مردم باید به اونجا برسن که نسخه اصلی دست یه نفره و بنا بوده که ماهایی که ادعای محبت اهل بیت داریم زمین سازای این داستان باشه. به نظرتون ما آینه خوبی هستیم برای امام زمان؟ نکنه داریم از چهره امام زمان هم یه کاریکاتور نشون دنیا میدیم. آقا قراره که بیاد صلح جهانی ایجاد کنه، بعد ما منتظریم با شمشیر بیاد آتیشو با آتیش خاموش میکنه، دنیا رو با کشتار میخواد درست کنه به امام زمان. بیدارباش.net